لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ مرگ در ذهن خیلی از مردم یک حقیقت مبهم است. اما مرگ به همه میرسد. هر جایی که باشید مرگ به شما ملحق می شود. حتی اگر برج‌های بلند شما را در بر گرفته باشد. کدام عمری بلند شد و مرگ کوتاهش نکرد؟ کدام مالی زیاد شد و مرگ آن را کم نکرد؟ کدام جمعی عظیم شد و مرگ کوچکش نکرد؟ چه بسیار ملکی که بزرگ و محکم شد و با این حال مرگ از آن غافل نشد. اگر مسلمانی بر بالین مرده‌ای حاضر شود، سنن و احکامی را که باید رعایت کند چیست؟ نشانه های مرگ چیست؟ چگونه بفهمیم که شخصی مرده است؟ اگر پزشک و متخصصی نبود، چطور بدانیم که روحش به سوی آفریدگارش رفته است؟ چه سنت هایی هستند که برای مرده در دقایق اولیه مرگ و بعد از خارج شدن روح از جسم باید انجام دهیم؟ نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چطور با مردگان در حال مرگشان رفتار می کردند؟ اهل علم ذکر کردند که نشانه هایی بر میت نمایان می شود که حضار می فهمند که اون مرده است و روحش خارج شده است. یکی از آنها گود شدن گیجگاهه. گیجگاه بین چشم و گوشه. اگر دقت کنی می بینی که کمی گود شده. و دیگری سست شدن کف دسته. انگار که کف دست و مچ دست فقط با یک پوست به هم وصل شدند. کاملا سست میشن. و دیگری رفتن سیاهی چشم، مخصوصا برای آدم‌های بالغ. به همین دلیله که در اکثر اوقات پزشک چشمو باز میکنه و نگاه میکنه. اگر سیاهی چشم شروع به رفتن کرد، بدان که روحش به درگاه آفریدگارش رفته است. و مورد دیگر سستی پاهایش هستش. زیرا که پاها رو حرارت جسد نگه می‌دارد و اگر جسد سرد بشود و روح خارج شود، پاها سست میشن. اما غیر از این نشانه‌های معروف دیگه مثل نفس نکشیدن و ایست قلبی و غیره هستش. اگر شخصی پیش میت حاضر شد و ملاحظه کرد که او در حال مرگ است، باید شهادتین را به او القا کند و به این اشاره کردی: به مرده هاتون تلقین کنید که بگویند لا اله الا الله. در این مکان نباید کسی برای خودش دعا کند، بلکه باید برای مرده دعا کرد و اینکه گمانش را نسبت به خداوند عزوجل نیک کند. همانطور که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: کسی نمیرد مگر با داشتن گمان نیک به خداوند متعال. علیه الصلاة و السلام فرمود: کسی که بالای سر مرده‌ای می رود، برای میت فقط دعای خیر کند، زیرا که ملائکه در آن هنگام دعایش را مستجاب خواهند کرد. اگر روح میت به سوی آفریدگارش رفت، سنت هایی هستند که باید دنبال کرد. اولین آنها این است که نگه داشتن این جنازه بین مردم نباید زیاد طول بکشه. این اصلاً خوب نیستش. نباید جنازه مسلمان بین خانواده‌اش بمونه، بلکه تا میتونن باید در دفنش عجله بکنن. برای همین نبی صلی الله علیه و آله و سلم اصحابش را که فوت میکردند بدون صرف وقت در مدت زمان کوتاهی دفن میکردند. یعنی برای دفنشان علیه الصلاة و السلام عجله میکردند. زیرا که یکی از راه‌های اکرام به میت سرعت کفن و دفنشه. مگر آنکه بعضی از مردم یک شرایط خاصی داشته باشند، مثل منتظر مسافری باشند، منتظر وقت نماز باشند، زیرا قبل از اون مردم جمع نمیشن و امثال آن. اگر احتیاج به صبر بود جایزه که ذره‌ای تأخیر بندازن، یا اینکه در بعضی مواقع تحقیقات و آزمایش بر روی جسد باید انجام بشه و امثال آنها. اینها حکمای خاصی دارند و در کمتر مواقعی پیش میآیند. اما من عموماً میگویم
که باید تا حد ممکن به سرعت میت را آماده کنند، بشورند و کفنش کنند. سنت است که قبل از اینکه میت دفن بشود، یعنی واجب است که قبل از اینکه میت دفن شود، او را بشویند. مردها را میشویند و زنها را. مرد جایز است که همسرش را بشوید و زن هم جایز است که شوهرش را بشوید. اگر مردی در آن هنگام نبود، اگر میت در سفر مرده باشد یا اینکه جایی باشد که مردی نباشد و همسرش هم نتواند که آن را بشورد، فقط او را تیمم می‌دهند و کفنش می‌کنند و زنها نماز می‌خوانند و میت دفن می‌شود. و همانطور که اگر زنی بین مردها بمیرد و همسرش نباشد و زنی برای شستن نباشد، همان کار را نیز با او انجام می‌دهند. طرز شستن میت این است که میت را بر تخت چوبی می‌خوابانند. سپس چیزی روی نافش تا زانوهایش می‌گذارند که او را بپوشاند یا اینکه از حوله یا پارچه کهنه‌ای و امثال آنها استفاده می‌کنند. سپس لباسهایش را در می‌آورند و وقتی که در آوردند شکمش را چند باری فشار می‌دهند تا اینکه اگر چیزی باقی مانده باشد درآید. برای اینکه بعضی وقتها اگر این کار را نکنند، بعد از غسل و کفنش با حرکت دادنش از او خارج می‌شود و سپس بوی بدی از جنازه بیرون می‌آید. برای همین است که سنته که شکمش را چند بار فشار بدهند تا اینکه چیزی که مانده است درآید و شلنگ آبی یا آفتابه‌ای داخل می‌کند که او را بشوید. یک کهنه‌ای دور دستش می‌پیچه و نگاه نمی‌کند، بلکه از زیر آن پارچه دستش را داخل می‌کند که آنجا را بشوید یا اینکه تمیز بشود و هیچ کثیفی نباید باقی بماند. سپس بعد از آن وضوءش می‌دهند مثل وضوء نماز. کف دستهایش شسته می‌شود، صورتش شسته می‌شود، بینی و سرش را پاک می‌کنند و وضوء می‌دهند دقیقاً مثل وضوء نماز. بعد از آن سمت راست میت را کاملاً می‌شویند و سپس سمت چپ را و سپس سرش را با آب می‌شویند و بعد از آن بدنش را. اینها همه به طور کلی، همه اینهایی که گفتیم مختصری هستش از طرز شستن میت، چه مرد و چه زن. هنگام غسل میت، اهل علم مستحب دانستند که از سدر و کافور استفاده بشود. چیزهایی که نبی صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام غسل اصحابش استفاده می‌کردند. امروزه اگر مردم از چیزهای جدیدتری مثل شامپو یا صابون یا امثال آنها استفاده بکنند مشکلی نیست. اما اگر آن چیزها را استفاده کردند که همه آنها هم الان به راحتی یافت میشه، اگر از آنها استفاده بکنند بدون شک بهتره. وقتی مرده شسته شد، در غسل آخر عطری بزنند که خوشبو بشه و بیشتر قسمت‌های سجود را خوشبو کنند، مثل شانی بینی، کف دست، زانوها و پاها را خوشبو کنند. و این برای اکرام قسمت‌های سجود استش و شکی نیست که نماز واجب است. برای همین اگر مؤمن به خاطر گناهایش به جهنم داخل شود، آتش مواضع سجود را نمی‌سوزاند. نزدیکترین حالی که بنده به خدا داره در حال سجده است. سجود و نماز منزلگاه خودش را در درگاه خدای عالمین دارد. وقتی که کاملا شستنش را تمام کردن، یک پارچه دیگری گذاشته می شود برای اینکه این پارچه اولی خیس شده. یک پارچه دیگری گذاشته می شود برای پوشاندن و آن پارچه اولی را بر می دارند و سپس جسد کاملا خشک می شود. مرد را با 3 تیکه پارچه کفن دفنش می کنند. پارچه اول را به دور او می پیچند، سپس با دومی روی آن و سپس با سومی صورت آن را. زن را در 5 قسمت از پارچه کفن می کنند. گفتند که یکی از آنها ازار است و دومی ردا و سپس در 5 پارچه پیچیده می شود. در 3 پارچه که مجموعش 5 تا می شود. بعضی از اهل علم مستحب دانستند که موهای زن بافته شود یا امثال آن. این دلیلی ندارد، اما اگر این کار کردن مشکلی نیست. اگر میت سبیل‌های بلندی داشتهش، جایز است که آنها را کوتاه کنند. اگر میت موهای زیر بغلش بلند بود، جایز است که اصلاح شود. اگر میت دندانهایی از طلا داشت که متحرک باشه و یا اگر دندانش یک دست کامل بود بر می دارن. اما اگر متحرک نبود بلکه دندانی بود که کاشته شده باشد، ممکن است در آوردنش سبب ضرری بشود یا سختی و یا امثال آن، نباید که به اون دست بزنند. باید بگذارن که در همون حال باقی بمونه. اگر میت شسته شد، نباید کسی در آنجا حضور داشته باشد که به حضورش نیازی نیست. اما اگر نیازی بود، ایرادی ندارد.
یعنی مثلا اگر غسل‌دهنده احتیاج دارد به 1 نفر که کمکش کند یا 2 نفر، این 3 نفر فقط میتوانند حاضر شوند. اما اگر 10 نفر حاضر بشوند، فرزندانش در حالی که او برهنه است و فقط عورتش پوشیده است نگاهش کنند، قطعاً میت در زندگیش هم به این راضی نمی‌شده. پس باید به جنازه احترام گذاشت. نبی علیه السلام گفت که شکستن استخوان مسلمانی که مرده است مثل شکستن استخوان فرد زنده است. این چیزی است که علیه السلام فرمود. برای همین نباید با این فکر که میت نمیفهمد با جنازش بازی کرد، بلکه باید با آن احترام گذاشت. برای همین کسی در جای شستن حاضر نشود مگر اینکه به آنها احتیاج باشد. اگر برای اینکه میت جثه‌اش بزرگ است به 3 یا 4 نفر احتیاج داشتن این کار را میکنند، ولی اگر فقط به 1-2 نفر احتیاج داشتن این کار را نمیکنند. اما نباید اینطور بشود که 5 یا 10 نفر حاضر بشوند و در حالی که شسته میشود به او نگاه کنند. این کار صحیح نیستش. کودک را هر کسی جایز است که بشورد. اگر کودک کوچکی بود، یعنی عمرش 1 سال یا 2 سال یا 3 سال بودش، هم زن جایز است بشورتش و هم مرد او را بشورد. بعضی از علما گفتند در مورد کودک سختگیری نیاز نیست، ولی صحیح این است که عورتش پوشانده شود. اگر بخواهند میتی را بشورند، اما این میت امکان غسلش نباشد، مثل مرده‌ای که سوخته هستش. آدمی که سوخته است، اگر که آب را به او نزدیک کنند و بشورند، پوستش کنده می شود. این را هر جایش را که توانستند بشویند میشویند. یعنی مثلا اگر فقط میتونستند که ساق پا از زانو به پایین را بشورند، آن را میشورند، اما بقیهش حالت دیگری دارد که بعداً ذکر میکنم. اگر سوختن فقط در دست بود، همه جسد را میشورند الا دستهایش، برای اینکه اگر آب روی آن بگذارند پوستش برمیآید و یا امثال اینها. پس اگر میت را نمیشود شست، به او تیمم میدهند، دستانش را میگیرند و میگویند بسم الله و به خاک پاک میزنند و صورتش و کف دستهایش را دست میکشند و دیگر الان تیمم کرده است، یعنی آماده شده برای کفن شدن و نماز. و اگر جزئی از او سوخته باشد و جزئی سالم باشد، نمیتوانند دستش را بشویند یا پاهایش را بشویند یا امثال آنها. جاهایی که میتوانند را میشویند و جاهای دیگرش را تیمم میدهند به نیت پاک شدن آن جاهایی که آب نخورده. این متعلق است به شستن این نوع میت. طبیعتاً همه مردگان شسته میشن، حتی کسی که خودکشی کرده، حتی آدمی که در حال گناه بمیره یا در حال شراب خوردن یا مصرف مواد مخدر باشه. هنوز حق میت مسلمان داره که شسته بشه و کفن بشه و نماز خوانده بشه و برایش دعا خوانده بشه. و آدم قاتلی که اعدام شده است، این هم شسته و کفن میشه و نماز خوانده میشود. با او رفتاری میکنن که رفتار شرعی است. برای همین نبی علیه السلام با آنهایی که با حد شرعی سوی خدایشان میرفتند به همان نحوی رفتار میکرد که با اصحابش رفتار میکردند. ماعز ابن حرام که پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت و گفت رسول الله من زنا کردم، من را کیفر بده. نبی علیه السلام به او اعتنایی نکرد، اما او هنوز میگفت رسول الله زنا کردم، من را کیفر بده. حد شرعی را بر من اجرا کن تا قبل از ملاقات با خدا از گناهم پاک شوم. سپس نبی علیه السلام از اصحابش پرسید، گفت آیا دیوانه شده است؟ گفتند نه. گفت دهان او را بو کنید. شاید مشروب خورده است. گفتند مشروب نخورده است. خلاصه نبی علیه السلام از او پرسید و این قصه معروف است. گفت چه می‌خواهی؟ گفت می‌خواهم من را پاک کنی. گفت وای بر تو، آیا می‌دانی زنا یعنی چه؟ آن وقت رسول الله امر فرمود و حد شرعی را بر او اجرا کردند. سپس وی فوت کرد. خداوند از او راضی باشد. پیامبر علیه السلام فرمود او را دیدم که در نهرهای بهشت غوطه‌ور میشد و نبی نماز خواند بر آن و دفن شد. پس حق میت حتی اگر با حد شرعی و امثال آن به مرگ برسد بر جای میماند و حق میت را خواهد داشت که این شعائر مذهبی را که برای میت مسلم اجرا می شود برایش اجرا شود. اگر شستن میت تمام شد، یعنی غسل شرعی و خوشبویش کردند و بعد از آن به جایی که باید جنازه‌اش هم شد، جایی که باید برای نماز بخوانند، اگر وقت نماز بود مشکلی نیست که آن را بیاورند و بعد از نماز فریضه برایش نماز بخوانند. اما اگر وقت نماز نبود مردم را صدا می‌زنند. اگر که مثلا صبح خواستند برایش نماز بخوانند یا اینکه نصف شب یا امثال آنها، جایز است که هر وقتی برایش نماز بخوانند. نماز میت هر وقتی جایز است
ولی مردم امروز عادت کردند که نماز را بعد از صلوات مفروضه بخوانند و آن شاید به خاطر آن است که در غیر از آن وقتها اگر بخواهند جمع شوند، مردم جمع نمی‌شوند. برای همین در این حال برایش نماز خوانده می شود. اگر میت را برای نماز آورند، اگر مردم عده بزرگی باشند بهتر است. برای همین نبی علیه السلام در حدیث صحیح فرمود هیچ مسلمان مرده‌ای نیست که بر او در حدود 100 نفر نماز گذارند و شفاعت نمایند جز اینکه شفاعت ایشان درباره او پذیرفته است. همانطور که علیه السلام در حدیث دیگر فرمود 40 نفر نماز گذارند. اگر این عدد بر آن نماز بخوانند و همه آنها در حال نماز برایش دعا کنند، خدایا بخشش بنما و رحمت کن و عفوش بنما و خداوند وی را میبخشد. این میت را جلو میگذارند و امام تکبیر میکند که الله اکبر. تکبیر اول دعای استفتاح را نمیخواند بلکه بلافاصله با سوره فاتحه شروع میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. الله اکبر. تکبیر دوم و مردم با او تکبیر می‌کنند. سپس صلات ابراهیمی خوانده می‌شود. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم فی العالمین انک حمید مجید. این شکل‌های مختلفی دارد و این یک شکل است. مثلا یا امثال آن، اما همه آنها جایزند چون به شکل‌های مختلفی آمده. سپس تکبیر میگوید الله اکبر. تکبیر سوم و دعا میکند برای میت. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم جازه بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. تا آخر دعا برای میت و برای خودش هم دعا میکند. يقول اللهم وارحمني اذا صرت الى ما صار اليه اللهم وارحمني وارحم والدي واحسن خاتمتي. برای او دعا کن و برای خودت هم همینطور، زیرا که سنت هست که اگر شخصی برای شخص دیگری دعا کرد برای خود هم دعا کند. همانا که خداوند فرمود رغب فلی و الوالدی، خداوند من و پدر مادرم را بیامرز. طلب مغفرت برای خود را تقدیم کرد بر کسان دیگر، به هر حال که برایش دعا کنند. اگر میت طفل بود، پیش از آن که برای خود طفل دعا کند برای پدر و مادرش دعا می کند و می گوید فیقول اللهم اجعله فرطا لهما الى الجنه اللهم شفعه في والديه اللهم اخلف عليهما خيرا منه و امثال آن. طفل میت اگر سخت بود، یعنی بعضی از آنها مثلا جنین را سخت می کنند در 6 ماهگی و سخت می شود و می میرد، یا اینکه مرده بود، در شکمش قبلا مرده بوده و سخت می شود، یا اینکه بعد از زایمان بلافاصله می میرد، این هم شسته می شود و کف می شود و نماز خوانده می شود بر آن. اما اگر کوچکتر از 4 ماه بود، قبل از دمیدن روح، یعنی اگر کوچکتر از 4 ماه بود، دستورهای شرعی که به بزرگتر متعلق می شود بر آن متعلق نمی شود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت، در حدیث ابن مسعود فرمود هر یک از شما در شکم مادر خود 40 روز نطفه است و بعد از آن 40 روز علقه است و بعد از آن 40 روز مضغه است، یعنی این 40 و آن 40 و آن 40 مجموع 120، یعنی 4 ماه. پس از آن خداوند فرشته‌ای به سوی او می‌فرستد و او را به 4 کلمه مأمور می‌سازد و می‌گوید عمل، روزی و مرگ او را و اینکه خوشبخت است یا بدبخت رقم بزن. اگر این 4 ماه کامل شد و روح دمیده شد در او، سپس مادرش او را سخت کرد، شسته می‌شود و کفن می‌شود و نماز خوانده می‌شود. اما اگر کوچکتر از 4 ماه بود، مثلا زن آن را سخت کند بعد از اینکه جنین 2 ماه، 2 ماه و نیم یا 3 ماه، 3 ماه و نیم در رحمش بود و 4 ماه را کامل نکنه، در این صورت اگر سختش کند پیچیده می شود و هر جایی دفن می شود، برای اینکه تیکه‌ای از گوشت شمرده می شود و نه اینکه جنینی که روح در آن دمیده شده است. همچنین چگونگی نماز جنازه، آیا شکل‌های مختلفی دارد؟ آیا جایز است که بیش از 4 تکبیر داشته باشد؟ تکبیری بلند می کند؟ اگر کسی نمازی را بر جنازه از دست بدهد چه باید کرد؟ اینها همه مسائلی هستند که باید مفصل‌تر در مورد آنها صحبت شود. تا دیدار دیگر بدرود. لشیء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عنه رمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أين الملوك التي كانت لعزتها
من كل باب إليها وافد يفد. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزان